سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازار که جدیداً از طرف امارات اسلامی افتتاح گردیده است. اینجا که فروشگاه کابل سمت بازار و یک فضای بسیار جدید. سلام علیکم و رحمت الله. چکر سب خوب است؟ خوب هستین؟ صحتمند باشین. خیر خیرت؟ شکر آرامی باشین. صحتمند؟ شکر زنده و سلامت باشین. شیتو که اینجا چی میکنی؟ خب قسمی که شما آگاه هستین ما در بازار منده دکان داریم و اینجا بازاری که نو افتتاح شده. ما از این بازار هم دکانای داریم. در این قسمت ها که دکانای ما هستن منتظر همکارا و برادرای خود هستیم که بیاین بخیر که بریم طرف خانه. فعلا وقت رفتن است. خب دیگه تقریبا وقت بسته شدن دکان هاست، تعطیل میکنیم دیگه کار خود و کم استراحت کنیم تا فردا به خدمت همشیرای خود باشیم. چطور از این بازار و از این موقعیت حالا فعلا خوش هستی یا همون قسمی که سابق بود؟ سابق خود دیده بوده که ترکاری فروشی و همین چیزی که بله همین سرک که بود بند بود. از قسمی که شما آگاه هستیم و مردم نیز آگاه هستن، سابق اینجا یک مکان مخروبه بود که افراد و اشخاصی که مصروف کاربار بودن به گونه غیر منظم و غیر معیاری بود که فعلا قسم شما میبینید شارواله کابل یک قسمت به یک گونه معیاری بین المللی و یک بازار تجارتی فوق‌العاده ساخته که بالاتر از بازارهای تجارتی دیگه هستن و همشهری‌ها جایگاه خیلی خوبی را در این مکان ساختن که بتونن خوبتر و بهتر خرید خود کنن و با آرامی و راحتی خریداری کنن. اشخاص افرادی که مثلا در بازارهای دیگه با قیمت خیلی گزاف مال میخرن میتونن در این بازار جنس‌های نو و شیفای خوبش به خصوص اجناس مردانه را به بهترین شکل و بهترین قیمت بخرن. خب گپتانم منطقی هم است. خب آقای چکری، شما با هموطنایتان چی گفتنی داره؟ چطور از این بازار دیدن کنن نکنن؟ خب با همشهریان عزیز خود دوکاکین افتتاح شده یا نه؟ بازار هنوز افتتاح نشده مگم دوکاکین همش فعال است. دکان‌های بخصوص بوتای مردانه، اجناس مردانه، خرید فروش اموال مردانه در این بازار زیادتر می باشه و همشهری‌ها میتونن آقا جوانا، پسرها، بچه‌ها یا مردایی که میخواد جنس‌های اصلی و برند استفاده کنن در این بازار مراجعه کنن. از تمام جنس‌های مردانه که واقعا خاص است و استفاده میشه در این بازار موجود می باشه و یک جای کاملا آرام است. میتونن کمرای موترهای خود در این بازار هم بیاین، مثل بازارهای دیگه واره شلوغ نیست که مثلا مشکل ساشه و خاطر پارکینگ و نبود پارکینگ و بعضی مشکلات دیگه و میتونن به راحتی و بسیار خوبی خریداری کنن و در کنارش هم میتونن وسایل خانه مثلا خوراکه و میوه‌جات خود نیز اینجا خریداری کنن که یک فضایی هست که مثلا ما میتونیم به بهترین شکلش اموال خود بخریم و مورد استفاده خود قرار بدیم. حالا تشکر از سی که با ما مصاحبه کردید. ما همینجا برنامه خود به پایان میرسانیم. اینجا بود بازار جدیدی که توسط طالبا، گروه طالبا و دولت نو جدید افغانستان بله افتتاح شده و یکی از دستاوردهایشان است. نه، حکومت طالبان است و زمانی که به قدرت رسیدن خیلی کارهای مثبت برای شهر و شهروندان کشور انجام دادن. مثلا شما اگه متوجه باشین در او حکومت چندان کارهای نمیشد که انجام بدن. پول بود، کمک‌های خارجی بود، مگر هیچ کس آمین نمیشد که به مردم نفعش برسه. هر کس نفع خود شخصی خود میدید. اما خوشبختانه ما دولتی داریم که با نفع شخصی مردم نیست میپنداره. خلاص سلام علیکم. خیرتیش هم از بازار یک دیدن کردیم، یک ویدیو میگرفتیم که بابا مثلا مصاحبه